از آرزوی رهایی تا صندلی بازجویی. در تاریخ 19 می 2005 سازمان دیدبان حقوق بشر گزارشی با عنوان خروج ممنوع منتشر کرد که برای نخستین بار به صورت عمومی از جنایات مجاهدین خلق علیه اعضای خود پرده برداشت. بر اساس این گزارش، کسانی که قصد ترک سازمان را داشتند با خشونت شدید و نقض حقوق بشر مواجه می‌شدند. اکبر اکبری از اعضای پیشین مجاهدین یکی از کسانی است که این تجربه تلخ را روایت کرده است. در سال 1993 تصمیم گرفتم سازمان را ترک کنم و طی نامه‌های متعددی از مسئولم تقاضای خروج نمودم. مسئول من مهدی ابریشمچی بود که از اعضای ارشد کادر مرکزی به شمار می‌رفت. پس از آنکه نامه‌ای نوشتم و در آن اعلام کردم قصد خروج از سازمان را دارم، مرا به دفترش فراخواند. نامه‌ها را پاره کرد و در سطل انداخت و گفت: بحث منتفی است. این حرفا را به هیچ کس نزن. دیگر اعضای ارشد سازمان نیز در ملاقات‌هایشان دقیقاً همین گونه برخورد می‌کردند. در آن زمان مسئول ستاد روابط بودم و وظایف حساسی از جمله حفاظت شخصی مسعود رجوی بر عهده‌ام بود. در دسامبر 1993 تحت برخورد تشکیلاتی قرار گرفتم و در زندانی در داخل کمپ اشرف محبوس شدم. بازجویی‌ها بسیار خشن بود. از همان روز نخست به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتم. چشمانم را می‌بستند و دستهایم را از پشت به صندلی می‌بستند. پاهایم نیز به پایه صندلی بسته می‌شد. صندلی ثابت بود و به زمین جوش خورده بود، به طوری که هیچ امکانی برای تکان خوردن نداشتم. شیوه ضرب و شتم به این صورت بود که با لوله شلنگ یا پوتین سربازی به ساق پاهایم می‌زدند و با دمپایی خشک پلاستیکی به سر و صورتم ضربه می‌زدند. از من می‌خواستند اعتراف کنم که مزدور رژیم ایران هستم. پس از چند بار بازجویی، خود بازجو نامه‌ای را دیکته کرد و مرا تحت فشار گذاشت تا آن را امضا کنم. سپس گفت: حالا ثابت شد که تو یک مزدور نفوذی رژیم ایران هستی.